وزارت امور خارجه پاکستان سخنان اخیر راجنات سنگ وزیر دفاع هند درباره مناقشه کشمیر را تحریک‌آمیز خوانده و آن را محکوم کرده است. این وزارت امروز دوشنبه در بیانیه هشدار داده که هر گونه اقدام ماجراجویانه با پاسخ فراتر از تصور هند روبرو خواهد شد. این در حالی است که وزیر دفاع هند روز یکشنبه گفته بود که دهلی نو هیچ گفتگویی با پاکستان انجام نمی‌دهد و اگر هم گفتگویی در آینده صورت گیرد تنها درباره کشمیر تحت کنترل پاکستان خواهد بود. وزیر دفاع هند تاکید کرده که پاکستان به صورت غیر قانونی منطقه کشمیر را در اشغال دارد. برای جزئیات بیشتر البته بحث بیشتر در همین مورد آقای مشعل استانکزی کارشناس امور سیاسی را از طریق تلفن با خود داریم و بیشتر در مورد این موضوع با اون بحث میکنیم. استانکزی صاحب سلام به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. جویا صاحب سلام با شما و به شنونده های محترم شما، بخیر سلامت باشید. خیلی سپاس از اینکه وقت دادین. استانکزی صاحب، هند میگه که پاکستان کشمیر را اشغال کرده و تنها در این مورد با پاکستان یا با اسلام آباد گفتگو خواهد کرد. همزمان هم پاکستان اظهارات را به شدت محکوم کرده. آیا فکر میکنین اظهارات تازه جرقه از تنش دوباره میان هند و پاکستان خواهد بود؟ خب جناب جویا صاحب، موضوع جدید نیست. یعنی طول دههای گذشته ما شاهد چنین موضوعات بودیم. در کل در رابطه با هند در سالهای آخر تلاش میکنه که تا چارچوب بحث مورد کشمیر را تغییر بدهد. یعنی مطلب این است که توپ بازی را در میدان کشمیر تحت پاکستان بیاندازد. یعنی مطلب از موضوع در دههای گذشته در کل موضوع سر مکمل کشمیر بود. فرض مثال کیرو دو قسمت بود، یک قسمتش طرف هند بود که مربوط به دره کشمیر میشد و دیگر طرف خود طرف پاکستان بود که او قسمت ها. حالی در کل هند تلاش به این میکند که خود موضوع کشمیر را تنها در سلطه تحت کنترل پاکستان که از اینجا بیاره. چرا؟ به خاطر از اینکه هند ادعا میکنه که گویا زمانی که در سال 19 اگر اشتباه نکنم 1847 در 1847 که بعد از جنگ بریتانیا و سیکھ ها شد، بعد از گلاب سینگ رهبری کشمیر شد، اینا را هند ادعا میکنه که بر اساس از اینکه در گذشته ها همین حاکمیت کشمیر در دست یک سیکھ بود، به خاطر از اوی مربوط خاک ما میشه و باید در آینده صاحب از ما باشه. در این طرف پاکستان ادعا میکنه که گویا یک زمین مسلمان نشین بود، نظریه دو ملت را مطرح میکند. به اساس از نمو ادعا میکنه که گویا این سرزمین ماست، باید به ما برسد. حالی در کل اکنون هند با تایید برای که POJK یعنی همون کشمیر تحت اداره پاکستان، ما پیشنهاد یادآوری کنم که توپ را در زمین پاکستان بندازه و اراده خود را بر کل منطقه میکنه. پیش چی بود؟ ادعا از این میکرد که گویا امو کشمیر که تحت اداره هند است تنها از او دفاع میکرد، مگر حال برعکس میخواد یک ذهنیتی را بسازه در روابط بین الملل، در سیاست بین الملل، یک ذهنیت را برای کشورها و جهان بسازه تا بر کل منطقه اینها ادعا بکنه. و این سخنانی که ما شما امروز میشنویم این اصلا اساسگذاری است به خاطر آینده شان. بله استانکزی صاحب، قسمی که شما گفتین چرا هند در شرایط کنونی مسئله اشغال کشمیر توسط پاکستان را با چنین صراحتی مطرح میکنه؟ چه تحولاتی قرار است اتفاق بیفته؟ آیا این سخنان مقدمه‌ای برای تغییر سیاست دهلی نو در قبال پاکستان است؟ ببینید جناب جویا صاحب، چند هدف اساسی داره. هدف اساسی اول ای که میخواد اینمی جناب سنگ کی گفار گفته بود اول خب مسئله از این است که اینها میخواهد که اونمو اتحاد و داخلی را کسب بکند. میتونه که یک در بود سیاست داخلی ما برای از این گپایش اگر توجه بکنیم به خاطر از که به خاطر رای و به خاطر نفوذش، به خاطر جلب رای گرفتن این گپا را میزنه. یک مسئله بعدی چی است؟ مسئله بعدی این است که اینها کوشش میکنه در سیاست خارجی یا در روابط خارجی میخواد که اکوسیستم ترور که در پاکستان از اکوسیستم ترور که در پاکستان اینها یادآوری میکنند در اینجا خاص به خاطر از اینکه این رابطه بین رژیم پاکستان و رابطه بین
شب نظامیان کشمیر را چی بکنه از بین ببره، یعنی مطلبی که ضعیفش بسازه تا بالاخره اینها بتونه بالای کشمیر تحت اداره پاکستان اینها حاکمیت داشته باشد. یعنی ما اگر در کل بگیم اهداف اول این است که خود این جناب سنگ که گپارا میزنه اول به خاطر مشروعیت داخلیش است، با خلاصه در کل جذب رای داخلیش است. یک مسئله دیگر در داخل میخواد که نمی سخنان ما در کل در سیاست داخلی ما شما اگر ببینیم در سیاست داخلی یکی از مسائل کلیدی نمی است که اگر میخوای که برای ملت تا به دست بیاری اونو ارزش هایی که مردم برشان ارزش میبینه اونها اون مسائل اساسی که باید برای زود توجه بکنه و در رابطه با زود بپیشه. اینا سنگ از اون نقطه استفاده کرده. اینا هندوها چرا کشمیر میخواه؟ به خاطر از اینکه روابط مشترک با این خاک داشته، در این خاک اینها جزء خاک خود فکر میکنه و از نمی استفاده کرده به خاطر مشروعیت داخلی و به خاطر قصد رای داخلی خود، به خاطر انتخابات و به خاطر خلاصه نفوذ خود. مگرم در سیستم داخلی، در سیاست خارجی در سیاست خارجی هدفش این است که مشروعیت کشمیر تحت اداره پاکستان را ضعیف بکنه. بله استانکزی صاحب، حالا هر قسمی که هست، مثلا وزیر دفاع هند میآید و میگه که اشغال شده تحت، البته کشمیر تحت کنترل پاکستان و از این طرف پاکستان یا وزارت خارجه پاکستانی گپ محکوم میکنه. این یک نوع جنگ لفظی حالا رخ داده. اگر که همین جنگ لفظی ادامه پیدا بکنه روزهای بعد، ماهای بعدی تکرار شده بره، آیا فکر میکنن احتمال رویارویی نظامی هم وجود داره با این جنگ لفظی؟ جناب جویات، اول خب وورد آف وورد که از جنگ های لفظی که است، مثلا اول اگر ما بیایم اول خب اینجا بازدارندگی هسته‌ای موجود است، یعنی هر دو کشور جنوبی آسیا که از دارای قوت هسته‌ای است. اول خب این بازدارندگی موجود است که اینها را نمیتونه که به یک جنگ تمام عیار یا وارد شوند. صحیح؟ مسئله دوم که است خطر سو محاسبه است. زمانی که در سال 2019 ما شاهد چنین موضوع بودیم، صحیح؟ که در بالاکوت ما موضوع را دیدیم. مسئله اساسی این است که یگانه چیزی که هند و پاکستان دا از جنگ تمام عیار و از جنگ دراز مدت نگه می‌دارد قوت هسته‌ایشان است که اونها تصور از این بکنن که اگر احیانا این جنگ ادامه پیدا میکنه و جنگ تمام عیار تبدیل میشه خب معلوم دارد که دویش به سوی تباهی میره. یک مسئله دیگر چی است؟ هر گونه حمله بزرگ تروریستی در خاک هند، در نقاط مهم هند، این چی رقم که ما در گذشته شاهد بودیم، یعنی هر نوع حمله تروریستی بزرگ در هند به گروه مستقل در پاکستان نسبت داده میشه. امی گروه یا رژیمی که در پاکستان حال قدرت در دست دارد و پشت از خلاصه تمام میشه. مسئله اساسی این است که هند میتونه که از این مسئله بهانه به عنوان یک بهانه استفاده کرده و بالاخره حملات نظامی محدود رو در خاک پاکستان انجام دهد، طوری که ما در گذشته شاهدش بودیم. میمونه یک جنگ تمام عیار، میمونه تجزیه پاکستان. ما در کل گفته نمیتونیم که گویا پاکستان تنها با این موضوع میره طرف تجزیه. ما یک چیز رو باید فراموش نکنیم که پاکستان که است یک قدرت هسته‌ای است و در روبرویش هند که است یک قدرت هسته‌ای است. مگر مسئله کشمیر که است، مسئله کشمیر یک تاریخ بسیار دراز مدتی دارد. ما اگر به اساس نظریه دو ملت بر این نگاه میکنیم این جزء خاک پاکستان باید می بود. اگر به اساس ازی میبینیم، به اساس اشتراکات و به اساس حکومتداری و به اساس ازی میبینیم، باز همون جزء خاک هند می بود. به خاطر که من پیشتر بهتون یادآوری کردم بعد از جنگ معاهده، اسم معاهده فراموشم شده، خود در کل در سال 1847 زمانی که یک معاهده امضا میشه و به اساس از او من پیشتر یادآوری کردم گلاب سنگ حاکم یا شاهزاده نشین منطقه جولای و کشمیر میشه. زمانی که او شاهزاده نشین شده هند عالی‌نمود چیز را بهانه گرفته. اگر بریم در اساسات، اگر بریم در تاریخ ما گواه به این هستیم که کشمیر یک سرزمین مسلمان نشین است و به کشور مسلمان باید سپرده شود. خب مگر متأسفانه پاکستان اون چیزی که ما از کشور مسلمان میگیم او ویژگیش حال در پاکستان نیست که ما او مسئله را مطرح کنیم. خب استانکزی صاحب، مسئله کشمیر پس از گذشته دهه‌ها همچنان مهمترین عامل تنش میان هند و پاکستان بوده و هنوز راهی حل برای این دو منطقه‌ای که یک منطقهش مربوط به هند میشه و یک منطقهش مربوط به پاکستان میشه میان پاکستان و هند حل نشده. فکر میکنین اگر که این تنش‌های ادامه پیدا بکنه و یا هم درگیری‌های محدود میان دو طرف در این منطقه در بگیره، یا کشمیر هم مانند بنگلادش
یک کشور مستقل به وجود خواد آورد، به وجود خواد آمد اگر این تنش باز هم ادامه پیدا بکنه؟ جناب جویا صاحب، اگر ما سر سرزمین کشمیر صحبت میکنیم باید نقش چین را فراموش نکنیم. خود کشمیر که از حال به 3 حصه تقسیم شده. یک حصه مربوط هند میشه که قسمت جامو از دره کشمیر است و گداخ است. یک قسمتش مربوط پاکستان میشه که کشمیر آزاد برش گفته میشه و گلگیت برش گفته میشه. و دیگه که یک قسمتش حال مربوط به چین است که آسکای چین است و بخش از منطقه قراقرم که است مربوط چین میشه. اینا مسئله از اینکه که آینده چین چی میشه بعد از اینکه دهه‌ها سر از جنجال بوده. مسئله اول این است که اول خو کشمیر اراضیش که از بندازی بنگلادش نیست، یعنی که ما بگیم بندازی بنگلادش باشه یک کشور مستقل به وجود بیاد. یک مسئله دیگه ای که این هیچگاه نمیخواد که یک حکومت مستقل اینجا به وجود بیاد. ببینید ما شما باید فراموش نکنیم که تاریخ مسلمان‌ها و هندوها و یک تاریخی است که هندوها همیشه دو شکست خورده و هیچگاه تاریخ خود فراموش نکرده. اگر احیانا امروز یک کشور مسلمان نشین دیگه مطرح میشه در منطقه بخصوص در جنوب آسیا، این یک فشار است برای هند، برای پاکستان نه، برای هند یک فشار است. به خاطر که هند همیشه ما شما تاریخ غزنوی‌ها را بخوانیم، تاریخ عبدالیا را بخوانیم که همیشه هند دو بازنده بوده. هند هیچگاه تاریخ خود فراموش نمیکنه و هیچگاه برای این مسئله برش قابل قبول نیست. از نظر من که هیچگاه هند این مسئله برش قبول نیست که گویا یک کشور مسلمان نشین دیگه هم در اینجا به وجود بیاید که او کشور به نام فرض مثال کشمیر باشه. خب معلوم داره که یک کشور مسلمان نشین است و ما شما یک انگیزه فطری است در وجود ما که ما شما مسئله جهاد است و مسئله ارزش‌های اسلامی ماست که باز اون ما رو وادار به این میکنه که بالاخره پیشرفت کنه. اگر یک کشور مستقل به وجود میاد این نور آن نور است. به خاطر امت مسلمه این بهترین فرصت است. کشمیر ما شما از کشمیر از اوضاع کشمیر قدر با خبر نیستیم. در کشمیر مسلمانی که امت مسلمه که اونقدر رنج کشیده اونها هم معلوم داره قابل فراموشی نیست. قابل فراموشی نیست. اگر احیانا یک کشور مستقل به وجود میاد معلوم داره که تمام موضوعات باز در آینده باز حساب میشه با هندوها و سیک‌ها. بله خیلی ممنون. سپاس از اینکه وقت دادین استانک زای صاحب. سپاس از شما. خیر باشه. خدا نگهدار.